حلالم کن. صبح بخیر مامان ملک. صبح بخیر رفه جان. صبح بخیر مادر. صبح بخیر پسرم. مامان ملک شما که بری حج کی به ما میرسه؟ خب عمو مرادت بهت میرسه رفه جان. عمو مراد؟ اها. خب پس کی به عمو مراد میرسه؟ به اونم تو میرسی. خب بچه فرار کنیم. بچه هم عمو مراد تو پاره نکنی. آخه عمو مرادت همچین کاری میکنه عزیزم. بشین صبحونتو بخور. بچه ها توپتون دست منه. بچه ها گفتم توپتون دست منه. آهای میدونم اینجا این. خیلی خب بیاین بگیریم. دنیای کوچکی آقا مراد نکن تا سرت نیاد. چه خبره حکمت؟ بچه ها توپو شوت کردن، شیشه پنجره رو خورد کردن، ریختن پایین. همینه دیگه، ما هم شیشه های مردم رو کم خورد نکردیم. مهرزو یادت نیست؟ مگه میشه یادم نیاد؟ چند تا توپمون رو پاره کرد. آره. ولی اونم خیلی بدجنس بود مراد. ولی ما هم کم شیطنت نمی کردیم. ما این کار مخصوصا میرفتیم توپو طرف پنجره اون شوت میکردیم. یه دختر بچه هم داشت، خیلی ازمون دفاع میکرد. اون دیگه خیلی بزرگ شده. خب دیگه من باید برم. خداحافظ. خدای بچه ها پاس بدیم. بیای میشیم بابا نکن. شما چه جور بچه هایی هستید؟ ختم کردی. باید درس حسابی بهتون بدم. بابا فریم دختره. بچگی بلی برای چی؟ برای چی مراد؟ آخه برای چی؟ بلین برای چی؟ برای چی مراد؟ برای چی؟ بلین
پلین. اما مراد پلین کیه؟ پلین کیه؟ مادر، عمو مدحت رو یادت میاد؟ البته که یادم میاد، مگه میشه یادم نیاد؟ آرایشگر بود، با زنش هم دوست بودم. زن بیچاره فوت کرد. یادم آقا مدحت خیلی عصبی بود. شما هم که همش سر به سرش میذاشتی. باید عمو مدحت رو پیدا کنم مادر. باز چی شده عمو مراد؟ حکمت. مراد خوش اومدی. حکمت، آدرس عمو مدحت رو میخوام. نه صبر کن، الان میپرسم. الو کامل، گوش کن چی میگم. عمو مدحت آرایشگر رو یادته؟ پدرت زیاد میرفت پیشش. آدرسش رو میخوام. داره میپرسه. بگو مینویسم. خدا رو شکر. ممنون، خداحافظ. آدرس مغازش اینجاست. ای والله حکمت، خسته نباشی. ممنون. خدا کمکت کنه. سلام. سلام، بفرمایید. جمال، ببین آقا چی کار دارم. عمو مدحت. شما منو میشناسی جوان؟ مرادم، تو محله قدیمی، پسر ملک خانم. همون که شیشه خونه ها رو میشکستی. اگه پلین نبود به زور از دستم خلاص میشدی. به جونش دعا کن. خب چی میخوای؟ یکم فرصت دنی صحبت کنیم. یه کاری باهاتون دارم. انشالله که خیره. جمال، بیا اینو بگیر ببینم. بیا بریم. منم میخواستم برم خونه غذا بخورم. کارتو تو راه بهم بگو. خدایا با امید تو. منو از مغازه کشوندی بیرون که سکوت کنی؟ هی بابا دردت چیه؟ ده بگو بچه. من مرتب شیشه شما رو میشکستم. بله که میشکستی. شلوغ‌ترین بچه‌ای بودی که تا به حال دیدم. ولی منم کم تو پاتون پاره نکردم. منم بعد از اون کاری که با همون کردین تصمیم گرفتم از شما انتقام بگیرم. تو با اون نیم وجب قدر چی کار میتونستی بکنی؟ ماشینتون پشت خونتون بود. یه روز که هیچ کس اون اطراف نبود یه چماق گرفتم دستم و شروع کردم به کوبیدن رو ماشینتون. انگار میخواستم تمام عصبانیتمو سر ماشینتون خالی کنم. بعدش تا اونجایی که زور داشتم با چماق به ماشینتون ضربه زدم. واسه چی اومدی اینا رو به هم بگی؟ برای اینکه حلالم کنی. خیال کردی من حلالت میکنم؟ نه نمیکنم. میدونی چی کار کردی؟ میدونی باعث شدی چی بشه؟ چی کار کردم عمو مدحت؟ چی کار کردم؟ برو گم شو. حلالت نمیکنم. اگه تمام دنیا بگن حلالت نمیکنم. تو رو خدا بگو چه خطایی کردم. بگو بدونم شاید بتونم جبران کنم. جبران کنی؟ چی رو جبران کنی؟ نمیتونی. هیچ کاری نمیتونی بکنی. برو گم شو.
خدای من چی کار کردم؟ چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ پلین دخترم، خوش اومدی پدر. تا من یه چیزی میخورم تا هم لیست خرید آماده کن. چشم پدر جون. اوه خوش اومدین جناب رئیس. صبح بخیر سونا. خسته نباشی اوست ابراهیم. ممنون مراد. تو چه شد؟ باز با کی دعوا کردی؟ سونا سر به سرم نزن. خیلی خوب عصبانی نشو. چی شده؟ از کسی حلالیت می‌خواستی کتک خوردی؟ نکنه منصرف شدی؟ بس میگی سونا. شایسته من نیست که با یه سیلی خوردم منصرف شم. مراد کجا؟ مراد کجا رفت؟ چه کتکم بزنه چه بیرونم کنه باید بفهمم چی شده. خدای خودت کمکم کن. خسته نباشی. ممنون برادر، بفرما. عمو مدحت نیست؟ هنوز بر نگشته. شما که با هم رفته بودین. از هم جدا شدیم، یه چیزی یادم رفت، باید حتما ببینمش. خب پس بذارین آدرس خونه رو بهتون بدم. باشه. ببین برادر، از اینجا مستقیم برو، کوچه اول دست چپ. دخترم پدر جون لیست رو نوشتم. خیلی خوب، من خرید میکنم و برمیگردم. خودت خسته نکن پدر جون، عصرم بیاری خوبه. خدا رو شکر میکنم که تو رو به من هدیه داد. مراقب خودت باش. پلین؟ بفرمایید. من مرادم، محله قدیمی. مراد چطوری؟ بیا تو. چه عجب از این طرفا. عمو مدحت خونه است؟ خونه نیست. اگه شیشه هم شکستی لزومی نداره بترسی. دیگه مثل سابق عصبی نیست. بیا تو. باشه. ببخشید که نمیتونم ازت پذیرایی کنم. اختیار داری، این چه حرفیه؟ بعد از اون حادثه دیگه ازت خبری نشد. حادثه؟ اون روز که با پدرم اومدم جلوی در، شما شیشه پنجرمونو شکسته بودین و پدرم هم توپتونو پاره کرده بود. اون روز یادت میاد؟ آره یادمه. من اون روز مریض شدم. پدرم هم منو بغل کرد ببره بیمارستان. خیلی نگران بود. میدونی که مادرم خیلی وقت پیش فوت کرده. میدونم. تو راه بودیم. من صندلی عقب نشسته بودم. پدرم خیلی ناراحت بود. سیگار روشن کرد. بعدش سیگار از شیشه انداخت بیرون. ماشین یه دفعه آتیش گرفت. سرعتمون زیاد بود. کنترل ماشینو که از دست داد. بعدن فهمیدیم باک بنزین قبلا سوراخ شده بود. از اون به بعد نتونستم رو برم. مراد حتما فارغ التحصیلم شدی. دانشگاه؟ چه دانشگاهی مراد؟ دانشگاه من اینه.
گلدوسی میکنم. کار دیگه ای هم ندارم. از اولش تو این کارا مهارت داشتی. این پرنده ها کار خودته؟ نه، اونا رو یکی میاره میذاره دم پنجرمون. کی؟ نمیدونم، ولی خیلی قشنگن مگه نه؟ باید یه چیزی بهت بگم. برام خیلی مهمه. الین من اومدم. مهمون داری؟ خوش آمدی. ممنون. کیسه دمه داره، خیلی سنگینه، کمرم شکست. اجازه بدین کمکتون کنم. ولشون کن. عمو مدحت اجازه بدین کمک کنم. تو نمیتونی به ما کمک کنی. دخترم راحت بزن. اگه هر پیرو که به من زدی و اون بزنی زبونی تحت حلقومت بکشم بیرون. برو گم شو. پدر اومدم. چی شد؟ مراد کجاست پدر؟ براش کار فوری پیش اومد، ازت عذر خواست. جدی؟ ملک عمو مراد واسه چی انقدر ناراحته؟ واسه اینکه شما میخواین برین؟ نه پسرم، انشالله من میرم و زودم برمیگردم. ولی عید که شما اینجا نیستی، بابام هم نیست، عمو مرادم گریه میکنه. انشالله تا اون روز عمو مرادت هم دیگه گریه نمیکنه. تازه من باهاش صحبت میکنم تو رو ببره پیش بابات باشه. راست میگی؟ عزیزم البته که راست میگم. خب دیگه تو غذاتو بخور تا منم به عمو مراد بگم. وقتی میرم پیش بابام. مراد مادر دیگه تحمل ندارم. هر کاری میکنم نمیشه. من چی کار کردم؟ مراد بگو ببینم چی شده، بگو پسرم. بلین به خاطر من فلج شده مادر. نمیتونم خودم رو ببخشم. دخترم نمیتونه راه بره مادر، نمیتونه راه بره. مراد مگه خداوند متعال تا حالا بهت راهی نشون نداده؟ روم نمیشه دعا کنم مادر. مگه غیر از خداوند انتظار کمک از کسی دیگه ای داری؟ نه مادر، ولی حق بندگانی که بگردنمه. درکت میکنم پسرم، ولی برای اینکه حق بندگانی رو که به دوش داری ادا کنی غیر از خداوند کی میتونه همچین فرصتی بهت بده؟ دخترم تو نمیخوابی؟ چرا پدر؟ الان دیگه میخوابم. تو حالت خوبه؟ خوبم پدر، چطور مگه؟ نه چیزی نیست، این اواخر خیلی ساکت شد. چی کار کنم پدر؟ با دیوارا صحبت کنم؟ نه دخترم، منظورم این نبود، فقط میخواستم. حوصله‌ام سر میره. حتی از دیدن مراد که 20 سال پیش دیدمش و درست حسابی نمیشناسمش حسابی خوشحال میشم، ولی بعدش از خوشحالیم خجالت میکشم. خب میریم بیرون. پدر باید قبول کنیم من تنهام و تنها خواهم مرد. من قبول کردم، تو هم قبول کن. حالا اگه اجازه بدی میخوام بخوابم. خدایا بهم یه فرصتی بده، یه راهی نشون بده خدا، یه راهی نشون بده.
ببین عمو مدحت، یه بار به حرفام گوش کن. من کار بدی نمی کنم. شاید مرتکب گناهی شدم که نمیتونی ببخشی، ولی حداقل الان روبروت ایستادم و میخوام جبران کنم. باهاش ازدواج کن. چی؟ باهاش ازدواج کن، اون وقت حلالت میکنم. بعد از مرگم خیالم ازش راحت باشه حلالت میکنم. باشه؟ چی شد؟ نشد نه؟ با وجود اینکه خودت باعث نقصش شدی نمیخوایش، پس کی بخوادش؟ حالا برو گم شو. گم شو. صبح بخیر اوستا. اون کی بود؟ میخواد چیکار؟ تازه اون که قرار نبود امروز تو مغازه رو باز کنی. اومدم دیگه اوستا. ببخشید دیر شد. زود باش، برو کرکره ها رو بکش. چشم. باش ازدواج کن، اون وقت حلالت میکنم. باش ازدواج کن. ازدواج کن. باش ازدواج کن. کجا میری؟ چه خبر؟ خوبم جناب کمیسر، دارم میرم مغازه. مثل اینکه وضع کاروبار خوبه. خدا رو شکر، من که راضیم. آره شنیدم. اهل محلم خیلی ازت راضیم. خدا رو شکر. خب دیگه من مزاحم کارت نشم. خسته نباشی. ممنون قربان. مراد، غذا آماده است پسرم. مراد پسرم، غذا آماده است. عزیزم حالت خوبه؟ پسرم چی شده؟ خیلی سخته مادر، خیلی سخت. بهم گفت ازدواج کن. گفت اگه با پلین ازدواج کنم اون وقت حلالم میکنه. پسرم این راه توه. منم کاملا باورت دارم، ولی چی بگم، چطور بگم؟ فقط خداونده که راه درست رو میدونه. چی کار باید بکنم؟ دعا کن مراد، از خدا بخوای یه راه خیر نشونت بده. دیگه نمیدونم چی بگم پسرم. مشقم تموم شد. اما مراد من عید میبری پیش بابام، خودت قول دادی. البته که میبرم افه، میبرم باشه. راستی اوستا، اگه چیزی لازمه به من بگید. حوله خشک نداریم. بنا به امر خداوند و فرمایش پیامبر از دخترتون پلین خواستگاری میکنم.
این آخرین شانس پسر، آخرین شانس. جمال چی شده؟ من چیزه. خجالت نکش، بگو. درسته که تو صندلی چرخدار نشستم ولی میتونم به حرفات گوش بدم. چیزی لازم داری؟ من خواستم راستش قندمون تمام شده، گفتم ببینم شما دارین. راستش خجالت میکشم، آخه تو زحمت میافتیم. برای چی خجالت میکشی؟ مگه ما همسایه نیستیم؟ صبر کن. پسری احمق. بگیر. اگه چیزی لازم داشتی خجالت نکش. خداحافظ. من متشکرم. میخواستی چیزی بگی؟ نه ممنون. خب حالا وقتش رسیده وظیفت انجام بدی. پلین خبر داره؟ تو بگی با خبر میشه. اگه قبول نکنه چی؟ چی شد؟ جا زدی؟ نه فقط فکر کردم اگه وقت قبول نکنه چی؟ ببین پسرم، من دیوانه نیستم، ولی این بزرگترین کاریه که تو میتونی در حق من و دخترم بکنی. هر کاری لازمه انجام بده تا اون پیشنهاد تو قبول کنه. مراد خیره. سلام پلین. اومدم بابت دیروز عذرخواهی کنم، برای اینکه اونطوری بی خبر گذاشتم رفتم. اشکالی نداره، پدرم گفت کاری برات پیش اومد. کاری نداری بریم یکم بگردیم. باید گلدوزی کنم، خودت که میدونی خیلی مهمه. صبر کن یه چیزی بپوشم بیا. باشه. اینجا رو خیلی دوست دارم. آره خیلی قشنگه، آرومه. هم قشنگه هم باعث میشه از این وضعیت رها بشم. احساس میکنم تو این دنیا منم یه جایی دارم. چرا خودتو دست کم میگیری پلین؟ نمیخواد تعارف کنی مراد. من به این تنهایی عادت کردم، بایدم عادت کنم. چرا؟ به نظر تو چرا؟ من پلین، بچه هم که بودی خیلی خوب بودی، قلب پاکی داشتی، خودت هم اینو میدونی. دلم نمیخواد انقدر ناامید باشی، میخوام زندگی خوبی داشته باشی. شاید بهم بخندی، شاید هم عصبانی بشی. با من ازدواج میکنی؟
خدایا چرا اینطوری شد؟ چرا؟ من چی کار کردم؟ همش صبر کردم، یعنی واسه این صبر کردم. خدایا اوستا عصبانی نشو، ولی کاش اول دربارش تحقیق میکردی. برای چی؟ من از بچگی میشناسمش. استاد داری دخترتو میدی، از اون زمان تا حالا خیلی گذشته، یه پرسجو بکن. بفرمایید. سلام علیک جناب کمیسر. خدای من، ببین کی اومده. استاد خوش اومدی، بفرمایید بشین. ممنون. حالت چطوره؟ خدا را شکر خوبم. عجب تصادفی، منم میخواستم آخر هفته بیام پیشت. موهات بلند شده. آره بلند شده، فرصت نکردم کوتاهش کنم. باید بیام پیشت مرتبش کنم. گرچه پیر شدیم و دیگه مویی برامون نمونده. اختیار داری، ما در خدمتیم. خب خیره، نکنه مشکلی داری؟ نه نگران نشو. اومدم سراغ یکی رو ازت بگیرم. اهل محل شما. بپرس، خیره ایشالله. آره خیره. یه نفر به اسم مراد دونبایی داره، میشناسیش؟ آره میشناسمش. چه جور آدمیه؟ قابل اعتماده؟ والا راستش بخوای گذشتش همچین جالب نیست، ولی گوش کن، بعد از اینکه این پسر از زندان آزاد شد باهاش چندین بار برخورد کردم. زندان؟ ای بابا گفتم گوش کن، گفتم گذشتش همچین جالب نیست، ولی حالا این دور و برا از هر کی بپرسی سرش قسم میخورن. به همه کمک میکنه، دست یتیمو میگیره، به فقرا میرسه. یعنی چه میدونم، من همش در رابطه با اون احتیاط کردم، ولی مثل اینکه اشتباه کردم. بذار یه چیزی بهت بگم اوستا، میدونی که خداوند توبه رو قبول میکنه. این آدم فرسنگا با اونی که قبلا بوده تفاوت داره. تو برای چی سراغش میگیری؟ خواستگار دخترم جناب کمیسر، برای همین سوال کردم. جدی؟ بله، منم گفتم یه پرسجو بکنم. تشکر از اینکه راهنماییم کردیم. میدونین آخه دخترم مرتب که خواستگار نداره. والا چی بگم اوستا، دخترت توه. یعنی منم همینقدر میدونم. میخوای از بقیه‌ام بپرس، مغازش برو، چه میدونم یکم درباره‌اش تحقیق کن. باشه همین کارو میکنم. خدا ازت راضی باشه. خدا نگهدار. خدا حافظ. سلام علیکم اوستا. علیکم السلام. چند تا بدن؟ نه نون نمیخوام. اینجا مغازه مراده مگه نه؟ بله، دنبال مراد میگردی؟ نه، خواستم یه نگاهی بندازم. ببخشید این طلبکارا سر رسیدم. اسمم مدحت آرایشگر. مراد گفته بود. حالتون چطوره؟ خوبم ممنون. با مراد یک کار خیر در پیش داریم. گفتم ببینم کجا کار میکنه، چی کار میکنه. حتما مراد هنوز براتون نگفته. باشه پس خودش بهتون میگه. مغازه قشنگیه. خب دیگه استاد، خدا نگهدار. سلام ملک خانم. سلام آقا مدحت، حالتون چطوره؟ خیره، جایی میرفتی؟ یه کاری داشتم. خسته نباشی، هر وقت فرصت کردین ببینمتون. هرچی باشه ما دیگه فامیل محسوب میشیم. مراد امروز صبح با اجازه خداوند از دخترم خواستگاری کرد. منم با خودم فکر کردم حالا که مادری مثل شما داره که همه دوستش دارن. مراد تصمیمشو گرفته آقا مدحت. اگه دخترتونم راضی باشه ما وظیفمون انجام میدیم. نفرمایید ملک خانم، فامیل شدن با شما باعث افتخاره. حالا که کار دارین مزاحم نمیشم، بعد با خیال راحت صحبت میکنیم. خدا نگهدار. آه پسرم.
مراد که اینطور خواهر مریم. سلام خاله ملک. حالت چطوره دخترم؟ خوبم. شما چطورین؟ به نظر گرفته میای. حالتون خوبه؟ میخوایم بریم بیمارستان فشارتون رو بگیرم؟ نه دخترم چیزیم نیست، خوب میشم. ما ملک واسه این که عمو مراد ازدواج میکنه اینطوری شدی؟ پس من مزاحمتون نمیشم. به مراد سلام برسونین، ایشالا که مبارکه. ممنون دخترم، به خدا میسپارمت. اوستا مدحت، بفرما دخترم. سلام، من از طرف ملک خانم اومدم. گفتن از اینکه نتونستن بیان خدمتتون عذرخواهی کنم، برای همین منو فرستادن. عجب زن فهمیده ای، زنده باشن. اینم واسه عروس خانم فرستادن. دستشون درد نکنه، من عصری بهش میدم. راستش نمیشه، باید عروس خانمو ببینم و بهش تبریک بگم. آدمی مثل مراد قسمت هر کسی نمیشه. والله همه همینو میگن. انشالله خیر باشه. شما آدرس خونه رو بدین من براش ببرم ها؟ باشه. حالا که اینطور میگین خونه هم دور نیست، بیاین تا بگم. ببینین همین خیابون مستقیم بریم، بعدش اولین کوچه دست چپ، اولین خونه دست راست. ممنون، متشکرم. ممنون، خیلی وقتتو گرفتم. مسئله نیست، بعدا میبینمت. فکر کردم بهتره با مادرم با بیام. خاله ملک خوشحال میشم. خیلی خوب، خودم در باز میکنم، تو برو. باشه، خداحافظ. پسر خودتو داغون کردی. خیلی دردناکه، قلبم به درد اومده. دیگه تحمل ندارم، من از اینجا میرم. خیلی خوب، برو زودتر برو. دخترم که این همه مدت میگفتی دوستش داری، بذار واسه یه غریبه ناشناس. حالا هی پرنده درست کنم بذار کنار پنجره‌شون. میگی چیکار کنم؟ چیکار میتونم بکنم؟ پسر حتی یه دفعه با دختر صحبت نکردی، خبر نداره. اون وقت داری اینجا خودخوری میکنی. برو تا کار از کار نگذشته همه چیو بهش بگو، نمیخواد وایسی اینجا سر منو بخوری. بفرمایید. خاله ملک چرا زحمت کشیده؟ لزومی نداشت. مگه میشه؟ اون دیگه مادرت محسوب میشه. خب بگو ببینم، هیجان زده ای؟ هنوز نباید عجله کرد. مگه میشه؟ اتفاقا باید هرچی زودتر آمادگی لازم رو پیدا کرد. پدر داره این همه خرج میکنه. چی؟ راستش وقتی شنیدم خیلی تعجب کردم. اون به این راحتی ها زیر بار همچین کارایی نمیره. معلومه پای حق و حقوق در میونه، تجارتی چیزی. نه، ما سالهاست که مرادو ندیدیم. خواهر، مثل اینکه خیلی ساده ای. یعنی مراد بعد این همه سال یه دفعه سر میرسه و پیشنهاد ازدواج میداره؟ همچین چیزی غیر ممکنه. ببین خیلی دوستانه میگم، آخه بعضی تو هم که معلومه. اگه من بودم با پدرم یه صحبتی میکردم. منظورتون چیه؟ شما چیزی میدونی؟ ببین خانم، مراد خیلی زرنگه. تا براش منفعتی نداشته باشه طرف دختری مثل تو نمیاد. نظر همه چی رو بگم، ولی کاملا معلومه که خودت هم اینو میدونی و نمیخوای به روت بیاری. تو کی هستی که جرأت میکنه اینطوری با هم حرف بزنی؟ من زن سابق مرادم. پس
از خونم برو بیرون. زود باش. باشه. پرین چی شده؟ چی؟ تو چطوری اومدی تو؟ در باز بود، صدا تو شنیدم. من حالم خوبه، میخوام تنها بمونم. به حرفم گوش میکنی؟ میخوام باهات صحبت کنم. تو داری اشتباه میکنی. مگه من چی کار کردم؟ با اون مرد ازدواج نکن، تازه 2 روزه که باهاش آشنا شدی. به تو ربطی نداره. از کجا میدونی؟ میدونم دیگه، اگه تو نگی من دلیلشو میدونم. چیه؟ واسه اینکه فلجی، مگه نه؟ برای همین اون مرد رو قبول میکنی، برای همین اجازه میدی اینطوری ناراحتت کنه. آخه تو کی هستی؟ آن کی هستی؟ مگه تو همونی نیستی که همین 2 روز پیش چون فلج هستم رود نمیشد ازم چیزی بخوای؟ پرین، فلج بودنت برای من اصلا اهمیتی نداره. برای اینکه زود از اینجا برو، راحتم بذارین. هیچ کدومتون رو نمیخوام دلتون به حالم بسوزه. خدایا دیگه تحملشو ندارم. آقا مدحت رو دیدم. جدی؟ چی گفت؟ خیلی حرف زد. پس گفته. انشالله من برم برگردم بعد از عید مقدمات کار رو انجام میدیم. بعدش هم خواهر مروه رو دیدیم، سلام رسوند و گفتش مبارکه. مروه، میشه باهات صحبت کنم؟ کار دارم. خواهش میکنم، زیاد طول نمیکشه. بهتر. چی؟ مروه، چیز شد. چی شد؟ من مجبور بودم، درستش همین بود. خیلی خوب، منم که بهت تبریک گفته بودم. دیگه چی؟ خواهش میکنم این حرفو نزن. من دیگه چی کار میتونم بکنم؟ باهات بیام خواستگاری؟ نه، نمیخواد. مراد واقعا کار دارم، عذر میخوام. مروه دخترم، پدر لطفاً تنها بذار.
میدونم باید چی کار کنم آقا مراد. دخترم غذا. نمیخورم پدر. حالت خوبه؟ پدر، مراد برای چی اومده؟ برای چی وارد زندگیمون شده؟ چی شده دخترم؟ چیزی ناراحتت کرده؟ نه چیزی نیست. نمیخوای صحبت نمیکنه. پرنده که وارد قفس شد همونجا میمیره. جناب کمیسر، تو عجب آدم بیشرمی هستی. واسه چی هنوز دور بر دخترم میپلکی ها؟ جناب کمیسر حرف نزن بابا، حرف نزن. یه بار دیگه تکرار کنی قسم بخورم زندگی تو سیاه کنم. ریاکار درو. هر که عادت موجب مرضه. دیروز هر چی بودی امروزم همونی. ببین چی میگم آقا مراد، نبینم دیگه نزدیک دخترم بپلکی. خدایا سرنوشت هر طور که صلاح رقم بزن، خدایا کمکم کن. خدایا در این امتحان سربلندم کن. من فقط خواستم رضای تو رو کسب کنم، ولی خیلی عاجزم. نمیدونم تو این دنیا چطوری زندگی کنم. قلبم به درد اومده. کمکم کن خدا، خواهش میکنم کمکم کن. دیگه تحمل ندارم. در زیباییایی رو که آفریدی برون باز کن. خدایا منو تو این اتاقی که گیر افتادم تنها نذار. کمکم کن خدایا. بهم صبر بده، جسارت بده خدا. برای اینکه بتونم کار خیرم انجام بدم بهم جرأت بده. کمکم کن. چی شده افه؟ ملک داره میره. خب زود بر میگرده. ولی عید که پیشمون نیست. عوضش اونجا برامون دعا میکنه. انشالله بعد از اینکه برگشت عیدای زیادی کنار هم خواهیم بود. تازه قراره بریم پیش بابات. خوشحال بشی؟ خیلی خوشحالم. خب دیگه بریم مامان ملک رو راه بندازیم. باید خوشحال باشیم که فکرش پیش ما نمونه باشه. تو قبلا سوار هواپیما شدی مامان ملک؟ نه نشدم. دفعه دیگه منم با خودت میبری؟ انشالله پسرم. خب دیگه زودتر بریم به هواپیما برسیم، بعدش هم مدرسه. باشه. بودو ببینم. آفرین. خسته نباشی. ملک خانم رفت؟ به سلامتی رفت دوست ابراهیم. انشالله که به سلامت برگرده. ممنون. بفرما برادر. یه دقیقه بیا بیرون. بفرما.
زندگیمو خراب کردی مراد. تو چطور تونستی اون دختر رو ناراحت کنی؟ صبر کن ببینم تو مرور از کجا میشناسی؟ مروه کیه؟ عوضی بیشرف مروه کیه؟ چی هستی ها؟ کی هستی؟ مرور از کجا میشناسی ها؟ مروه کیه؟ چه مروه ای؟ دخترم بیداری؟ من از لحظه ای که دیدمش بهش علاقه‌مند شدم. از زمانی که اومدم محل ما از پنجره بیرون رو نگاه میکرد، لبخند میزد. بعد از اون روز همش از دور نگاهش میکردم. خواستم برم بلند بگم که دوستش دارم، ولی نتونستم. گفتم شاید فکر کنه چون خودمم ناقصم میخوامش و چون فلج اونو انتخاب کردم. حالا ازم متنفر شده. متنفر. آروم باش برادر، شاید این چاره‌ای باشه. تو این دنیا فقط اونو دوست دارم، ولی دارن میدنش به تو. آخه این عادلانه است؟ میریم با عمو مدحت صحبت میکنیم، ولی اول باید بریم دکتر. همش تقصیر اینه، تقصیر این زندگی ما زهر کرده. خودتو ناراحت نکنی، فکر میکنیم. اصلا باید ببینیم پلین چی میگه، شاید همه چی درست شد. خب دیگه بیا بریم یه چیزی بخوریم تا سر حال بیایم. پسر بیاد. بیا تو عمو مدحت. دخترم کجاست؟ مردک بیشور. ببین با دخترم چی کار کردی؟ چی شده؟ برین چیزی شده؟ چند بار میخوای زندگیمونو خراب کنی؟ چی شده؟ دیگه قدرت تحمل ندارم پدر. این نامه رو فقط برای اینکه تو تنها کسی هستی که دوستم داری می‌نویسم. کاری هم که می‌خواستی بکنی درک می‌کنم، ولی نمیتونی مراد مجبور به این کار بکنی. هیچ کس رو نمیتونی مجبور کنی، برای اینکه تقدیر اینه. ولی خوشحال نشدنم خیلی دردناکه. میتونم فلج بودنم رو تحمل کنم، اما ترحم دیگران رو نمیپذیرم. تو دنیا فقط یه جا رو دوست دارم، جایی از دنیا که فارغ از همه چیز و همه کس باشه. پرنده در قفست. مراد، دخترها پیدا کن، خواهش میکنم. من نمیتونم بدون اون زندگی کنم. تو دنیا فقط یه جا رو دوست دارم، جایی از دنیا که فارغ از همه چیز و همه کس باشه. صبر کن جمال، برو باهاش صحبت کن. چه صحبتی؟ کن. چی میخوای بهش بگی؟ عمو مدحت اجازه بده، لطفاً یه دقیقه صبر کن. پلین، خیلی وقته که منتظر این لحظه بودم. یعنی هم منتظرش بودم و هم ازش فرار میکردم، مثل اینکه من زشترین و زیباترین کار زندگیمو در حق تو کردم. عاشق شدم ولی ترسیدم. نخواستم فکر کنی چون معلولی میخوامت و دارم به ترحم میکنم، برای اینکه تو واسه من از هر کسی با ارزش داری و اصلا پرنده ای تو قفس نیستی. این پرنده عشقی که من نتونستم اعتراف کنم. اومده بودم از قفس درش بیارم، آزادش کنم بره،
پلین 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 دخترم خدا رو شکر حالش خوبه، به هوش اومده. میشه ببینمش؟ البته میتونیم ببینیمش. برای چی مراد؟ برای چی اومدی سراغم؟ روزی که پدرت توپو پاره کرد یادت میاد؟ گفتی پدرتو ببخشم، ولی من نبخشیدمش. یه راهی پیدا کردم و به ماشینش آسیب رسوندم، ولی آسیبی که زدم فقط به ماشینش نبود. اونقدر که فکر میکردم ساده نبود. برای همین تصمیم گرفتی با من ازدواج کنی؟ خیلی تنها بودی، غیر از پدرت کسی رو نداشتی. منو فکر کردم که... چی فکر کردی؟ هیچی، ولش کن. زن سابقت اومد گفت از پدرم پول گرفتی و واسه همین راضی شدی با من ازدواج کنی. سونا، قسم میخورم که من... خیلی خوب، دیگه میدونم. تازه ببین تمام این اتفاقات باعث شد بفهمم کی هر روز اون پرنده ها رو میذاره دم پنجره اتاقم. جمال، تو بیشتر از اشتباهی که مرتکب شدی در حق من لطف کردی. من از اشتباهی که در مورد تو و جمال میکردم آگاه کردی. حالا نوبت منه. من چی کار میتونم برات بکنم؟ فقط حلالم کن پلی. حلالت کردم مراد. نه بسه دیگه بابا. آقا مراد اجازه میدی دخترمو ببینم؟ مراد، حلالت کردم. هرچی حق به گردنت دارم حلالت کردم. ممنون. بیا ببینم آقا جمال، شما چرا امروز به آرایشگاه نیومدی ها؟ مروه. بله. حالت چطوره؟ خوبه. برات بگم چی شده؟ شاید حرفمو باور نکنی. پدر پلین آقا مدحت همه چی رو گفت. میدونم تو کاری که درست بوده انجام دادی مراد. بیا افه، باید بسازیم. اما مراد معامله الان چی کار میکنه؟ حتما داره نماز میخونه افه جون. تو کعبه نماز میخونه. فردا عید عمو مراد میریم پیش بابا؟ انشالله افه. خوشتیپ شدم عمو مراد. خیلی خوشتیپ شدی. بابام خوشش میاد؟ معلومه که خوشش میاد. دارم بهش زنگ میزنم. الو، عیدتون مبارک. میشه با جناب مدیر صحبت کنم؟ مرادیال نیست. شما بگین، ایشون خودشون میشناسن. آخ جون. جناب مدیر عیدتون مبارک. حالتون چطوره؟ خدا رو شکر خوبم. نه جای نگرانی نیست. میخواستم پسر فرید رو بیارم ملاقات حضوری. ازتون خواهشی دارم، اگه فرید با خبر شد. یعنی چی؟ چی شده عمو مراد؟ متوجه شدم جناب مدیر. ممنون. عیدتون مبارک. تشکر. افه جون، باباتو منتقل کردن یه زندان دیگه.
امروز بابامو نمیبینم عمو مراد. یعنی اصلا نمیبینمش؟ مگه میشه افه جون؟ میبینیش. قول میدم ببرمت پیش بابات. قول میدم. خب روز عید چی کار میکنن؟ قربونی میدم. منو برای قربونی کردن وکیل میکنی؟ بله. منو برای قربونی کردن وکیل میکنی؟ بله. منو برای قربونی کردن وکیل میکنی؟ بله. منم قبول کردم. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحیم. چه قربونی میکنی؟ قربونی برای نزدیکی افه جون. برای رضای خداوند قربونی میکنیم. برای نزدیکی به اون. گوشت قربونی رو هم بین فقرا پخش میکنیم و باز به خداوند نزدیکتر میشیم. مگه برای آدما سخت‌ترین چیز دوری از عزیزانشون نیست افه؟ دوری از عزیزان آدمو ناراحت میکنه عمو مراد. بدون زدن خمیرمایه به خمیر نمیشه نون درست کرد. خمیرمایه انسانم عشقه. زندگی بدون عشق خیلی بی‌معناست. خب اگه ناخواسته از هم جداشیم چی؟ عاشق نمیتونه از درگاه معشوق دور شه. همیشه در انتظار اینه که اون در روزی گشوده بشه. اون وقت عشقی که دور به نظر میرسه نزدیک میشه. خب عمو مراد صبر کردن آدمو خسته نمیکنه؟ خسته نمیکنه افی جون. اصلا هم خسته نمیکنه. در نظر عاشقی که برابر درگاه معشوق انتظار میکشه هیچ چیز با ارزشتر از این نیست. عمو مدحت